اینا میگفتن یهودیا، الذین، الله متعال میگه الذین قالوا ان الله عهد الینا، الله با ما عهد کرده ان لا نؤمن لرسول، که ما به پیغمبر ایمان نیاریم حتی یأتینا بقربان تأکله النار، تا وقتی که برای ما یک قربانی رو بیاره و باز تو قربانی مثلا یک حیوان بگیره یا شتر یا گوسفند یا هر چیزی باشه، او را ذبح بکنه، باز آتش از آسمان به این قربانی را به آسمان ببره. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، بگو بر شان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبرهای دیگه قبل از من هم معجزات بر شما آوردن و هم آنچه که شما خواستین و مطابق خواست شما براتان معجزه را آوردن، فلم قتلتموهم، پس شما چرا اینا را قتل کردین و پیغمبرهای سابقه را؟ ان کنتم صادقین، اگر شما راستگوها هستین. دشمنای اسلام چی شبهه ایجاد میکنن؟ همیشه فکرتان باشه که دشمنای اسلام دو صلاح دارن، یکی شبهات است از نگاه فکری، یکی شهوات است. جوانا را با شهوات مصروف میسازن و کلان سالا را با شبهات، و حال در عصر امروزی جوانا را هم و پیرا را هم دمی شبهات و شهوات مبتلا میکنن. شبهات چی هست؟ در هر چیز شبهه ایجاد میکنن، به خاطر از اینکه یک کسی که معلومات درست مثلا درس از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از قرآن و سنت نگرفته، ایده شبهه مبتلا میشه. اینا میخواستن بگوین که پیغمبر واقعی نیست، اگر می بود بر ما تو عهد شده یعنی یک گوسفنده و این گوسفنده آتش بیایه و ایره ببره. در جواب از این الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر ما و شما تعلیم داده که خب اگر شما با معجزات ایمان می آوردین، پیغمبرای قبلی برای شما زیاد معجزات آورد. عیسی علیه السلام چه قسم معجزات آورد؟ یبرئ الاکمه و الابرص و یحیی الموتى، چیزایی را که عیسی مسیح آورد آیا شما یهودیا قبول کردین؟ نکردین، خیستین مادرش دشنام دادین و خودش دشنام دادین و قبول نکردین و کتابش قبول نکردین، حتی تصمیم به قتل و در صلیب آویختنش کردین. پس شما مردمای معقول نیستین. از این خاطر این شبهات شما اگر جوابم گفته شود شما قبول نمیکنین. سومی شبهه که اینا ایراد میکردن عدم صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینا میگفتن که تکذیب میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که فإن، در آیت 184 سوره آل عمران، فإن کذبوک، این رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اینا شما را تکذیب کردن، فقط کذب الرسل من قبل، که قبل از شما هم بسیاری پیغمبرا تکذیب شدن توسط همین مردم. زیاد پیغمبرای دیگه تکذیب کردن. امروز اینا استدلال میکنن که تو پیغمبر درست نیستی. خب ما پیغمبر درست نیستم، آیا تنها مرا تکذیب میکردین دیگه پیغمبرا را کلش قبول کرده بودین؟ الله متعال میگه که اینا دروغ میگن. اینا قبل از شما دیگه پیغمبرا را هم تکذیب کردن، او پیغمبرایی که جاءوا بالبینات و الزبر و الکتاب المنیر، او پیغمبرا هم برشان دلایل بسیار واضح معجزه ها آوردن و هم کتاب های روشن برشان آوردن، ولی اونا را هم اینا تکذیب کردن و اونا را هم قبول نکردن و اونا را بر موسی علیه السلام نگفتن که ما ایمان نمیاریم تا وقتی که الله را آشکارا به چشم خود ببینیم. اونا وقتی که موسی علیه السلام رفت گوساله پرستی نکردن، عیسی علیه السلام دیگه پیغمبرها را همین قسم چی نکردن. پس بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که پیغمبر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما برای ما و شما خطاب است که ما و شما مسلمانان امروزی نباید متاثر به شبهاتی که دشمنای اسلام میپرتن. دشمنای اسلام سر پیغمبر، سر خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سر اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و سر هر کسی که بر راه و طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سر کلش اینا شبهات ایجاد کردن. سر ابو هریره رضی الله تعالی عنه شبهه ایجاد کردن، سر عمر رضی الله تعالی عنه شبهه ایجاد کردن، سر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شبهه ایجاد کردن. دشمنای داخلی منافقین و یهود و نصارا و دشمنای خارجی که مثلا تمام کافرای جهان هستن، اینا اینمی شبهات ایجاد میکنن.
ولی وقتی به امرایشان استدلال بکنی، امرایشان بشینی و امرایشان بحث بکنیم، باز خودش حیران میمانه و خودش باز تسلیم میشن. یک وقتی یک انگلیس بود، انگلیس میامد در زندان، امرای ما بسیاری وقتا تحقیق میکرد و میگفت که من محقق نیستم. خب ما میفهمیدم که از چیز هست، از یک جنرال MI6 انگلیس است و میخواه که به شکلی از اشکال از زبان من تحقیق بکنه و که بگیره و یک کتاب کلان داشت و ترجمان داشت و محمد پرسان میکرد. یک روز من برش گفتم درباره ما بسیار عجیب و غریب فکر میکرد. من برش گفتم خب من یک سوال از خودت بکنم. گفت بله بفرمایید. گفتم یک سوال از پیش من کردی، من یک سوال از پیش میکنم. گفت چی سوال؟ من گفتم تو در کدام دین هستی؟ گفت I'm Christian. من کریستیان هستم. I believe on Jesus Christ. من بالای عیسی مسیح باور دارم. من گفتم نه. بر ترجمانش گفتم من میتونم انگلیسی، خب انگلیسی من چطور انگلیسی درست نیست که من صحبت بکنم. گفتم شما برش ترجمه کنین، برش بگو که تو پیرو عیسی مسیح نیستی، تو دروغ میگی. یک دفعه حیران شد. گفتم ببخشید، خودت همیشه شما فکر میکنین که شما استدلال دارین و ما استدلال نداریم. شما منطق دارین، قوی نطق دارین، قوی بیان دارین، استدلال دارین. ما کتاب خودت خواندیم. من از کتاب خودت اما بایبلی که هست گفتم برش بگو که ما بایبل خواندیم، از بایبل بر ثابت میکنم که خودت پیروی عیسی مسیح نیستی. بسیار حسابش خراب شد. گفتم ریلکس باش حساب، من بر ثابت میکنم که تو پیروی عیسی مسیح علیه السلام نیستی. خب گفت ثابت کن. گفتم ببین موسی علیه السلام آمد و امرایش ملت مظلوم بود و فرعون و لشکر ظالمش در مقابل موسی علیه السلام قرار داشت. به این باور داری؟ که بله به این باور دارم. بسیار خوب. وقتی که عیسی مسیح علیه السلام آمد، عیسی مسیح علیه السلام فرعون عیسی کی بود؟ یکی فرعون موسی بود که رمسیس بود. درست است؟ گفت بله. گفتم خب فرعون عیسی مسیح کی بود؟ در وقت عیسی علیه السلام که سر عیسی میخواست حمله بکنه و ایره بکشه و از بین ببره، خب اما امپراتور بود. گفت بله. خب فرعون وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بود؟ ابو جهل بود و ابو جهل با رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارزه میکرد. پس عیسی فرعون شد. گفت اینو گفتم قبول داری؟ بله درست است. ما گفتم چهارمی فرعون وقت ترامپ رئیس جمهور بود در امریکا. ما گفتم چهارمین فرعون امروز که از امریکا هست. اینو قبول داری که ظالم است و طیاره روان میکنه و مردم بمبارد میکنه و قتل میکنه و میکشه و ما امروز در افغانستان به هزار نفر کشتن؟ گفت قبول دارم. نفتم ببرد از نگاه منطق. ما 40 سال استادی کردیم. امروز در مقابل تو شیشتیم. من فکر نکن که ما یک انسان عقب مانده هستیم. این اندیشی تو هست. اما ما الحمدلله خالق متعال بر ما عقل، دانش، فهم، همه چیز داده است. پس فرعون موسی، فرعون عیسی علیه السلام، فرعون محمد صلی الله علیه و سلم هم شناختیم و فرعون امروزی که ترامپ است، فرعون استاد دایی که من استاد دایی هستم و من ایمان به موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم دارم و در خط توحیدی از اونا روان هستم که اونا پیغمبرای موحد بودن. خب گفت درست است. آن من گفت مسئول سوال میکردم که تو پیرو امروز در لشکر مظلوما هستی، کسایی که بمبارد میشن، کشته میشن، ظلم در حقشان میشن، و یا در لشکر فرعون امروزی که ترامپ است آمدی؟ امی گپه که شنید ایران سعی میکنه چی بگویم؟ خب معلوم میشه که شما امرای امریکایی آمدین تا مردم افغانستان بزنین، بکشین، نابود کنین، بمب‌هایتان، سلاح‌هایتان استعمال بکنین. پس تو یک تروریست هستی. رئیس جمهور امریکا یک تروریست است. صهیونیستایی که فلسطین اشغال کردن و شما از اونها دفاع میکنین تروریست هستن و شما باز میخیزین ما مردم مظلوم بیچاره‌ای که توسط بمب‌های شما روز به روز خون داده میریم و کشته میشیم و تکه تکه میشیم، باز شما میخیزین نام خود سر ما میبرین.
شما تروریست هستین، شما جنایتکار هستین، شما ظالم هستین، شما خیانتکار هستین و جنایات شما را تاریخ نوشته میکنه و فیلم برداری ها میشه و کل عزیز. همونجا هیچ دیگه جواب نداشت. گفت که لطفاً این بحث ختم بکنید. خب ما گفتم وقتی که بحث از معقولیت وقتی که من برات ثابت میکنم دمی زندان، ما زندان هستم و تو با این صلاحیت و با همه چیز هستی که کلگی امو غلامایت برات سلامی میذاره، پس باز اینجا میگه که بحث ترک بکن. چرا ترک بکنی؟ پس تو پیرو عیسی مسیح علیه السلام نیستی. خدا نصرانی نگو، بگو که من پیرو فرعون هستم و تو یک فرعونی هستی و الله باید سر تو غضب خدا نازل بکنه. اقرار بکن و اعتراف بکن که من نیستم. بگو که من پیرو عیسی مسیح علیه السلام نیستم. و به این شکل همیشه دشمنای اسلام وقتی که میان شبهه ایجاد میکنن اینا متوجه خود نیستن که خودشان چقدر جنایتکار هستن. شبهات ایجاد میکنه برای مسلمان ها و از بین کی به شبهات از اینا تأثیر میشه؟ کسایی که لهم قلوب لا یفقهون بها. یک تعداد مردم هستن که برای دوزخ خلق شدن، قلب دارن، درک نمیکنن. خوب میبینن به چشم خود که امروز در فلسطین کی جنایت میکنن و چقدر اطفال اونجا از گرسنگی که حتی باور بکنین. من خودم شخصا حتی برای الله میگم که الله ما حتی فیلم از این سعی کردن نمیتونم، چرا سرم فشار میه. حتی او طفلکا را فیلمش دیده نمیتونی. اون مادرایی که چیغ میزنه حتی صدای ازا انسان هم مثلا تکلیف عصبی بر انسان پیدا میکنه. لکن بسیاری کسایی رو درک نمیکنه. الله متعال میگه که اینیا اهل دوزخ هستند که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان گوش دارن نمیشنون و لهم عین چشمای دارن با چشمای خود نبینه. اولئک کالانعام، اینا مثل حیوانات هستن، بلکه از حیوان هم بدتر هستن، چون حیوان هم حداقل آن چیزی که مربوط به زندگی خودش میشه و در سرشتش الله متعال گذاشته از در فطرتش به اون فطرت خود زندگی میکنه. پس این شبهاتی است که قرآن عظیمشان، این علم، درک، فهم در کجا هست؟ قرآن عظیمشان هر آیتش برای ما درس میده و مغز ما را باز میکنه و ما میتونیم که قوی استدلال قوی داشته باشیم در مقابل دشمن و متأثر به شبهات دشمن نشیم. خب دشمن کارش است. الله متعال برای ابلیس وقت داد این از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت. ابلیس چند ساله هستی؟ تصور بکنین چند ساله هستی ابلیس. عمرش ببینین از زمان آدم علیه السلام پیش از او ابلیس موجود بود و تا قیامت برای فرصت داده شده هست. خب از این خاطر الجهاد ماض الی یوم القیامه. الله متعال میگه جهاد تا روز قیامت هست، دوام داره، کسی رو ختم کرده نمیتونه. هر قدر بکشن دیگه پیدا میشه مجاهدین و در مقابل دشمنای الله لشکر الله و ما یعلم جنود ربک الا هم. و به این شکل وقتی آیات قرآن میه شبهات دشمنای الله کلش از بین میره و وقتی این شبهات میخونیم متأثر نمیشیم. یک کسی که از الله نمیترسه، یک کسی از پیغمبر حیا نمیکنه، یک کسی از صحابه حیا نمیکنه، از ما حیا میکنه، از تو حیا میکنه؟ نه، او حیا نمیکنه. او شبهات خود ادامه میده، حتی سر الله تهمت میکنه، سر پیغمبر تهمت میکنه، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت میکنه، سر ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و 14 آیت قرآن برای پاکی عایشه صدیقه رضی الله عنها نازل شد تا وقتی که انسان‌های بیدین بفهمن. لکن با وجود از اینکه میگه من مسلمان هستم، کلمه میخورم، هنوز هم در مورد شخصیت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بازم شک میکنم. چرا این شک میکنه؟ به خاطر از اینکه این 14 آیت قرآن قبول نداره. 14 آیت قرآن قبول نداره. اگر قبول میداشی 14 آیت تمام مشکلاتش حل شده بود. به خاطر از اینکه الله متعال قرآن عظیم شانه برای حل مشکلات ما نازل کرده که مسلمان ها مثل برادر و خواهر در زمین زندگی بکنن. نظامی که باید میره نظامی باشه، اما نظامی که آدم علیه السلام برش خلق شد که اینی جاعل فی الارض خلیفه.
اینا باید خلافت اسلامی رو در زمین الله قائم بکنن. اینا وقتی آیات قرآن یک کسی که کلمه میخوانه قبول نمیکنه، اینا برای یک کافر چی ملامت است که برای یک کافر بخیزین و شما صحبت بکنین؟ وظیفه‌تر است. تا بعضی اوقات است این از کافر اصلی کده، این کافر دومی از کافر اصلی کده، این منافق، این کسی که در پالوی مسلمان ها زندگی میکنه، این خطرناکتر است و می دلایلش ما و شما میبینیم. خب به مطلب دوم، مطلب دوم بیان مصیبت ها و ثابت قدمی در مقابل آن. الله متعال میگه بله مصیبت هست. مسلمان هستی؟ بله مسلمان. مصیبت برات میآید. مصیبت امتحان الله هست. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ببین ابتلاء امتحان است. خلق الموت والحیات، مرگ و زندگی برای چی خلق شده؟ برای امتحان. ما 24 ساعت در امتحان هستیم در مقابل الله. الله صدق ما را، اخلاص ما را، راستی ما را، قلب ما را معلوم میکنه. الله معلوم میکنه چقدر ما با الله مخلص هستیم، چقدر نیت ما خوب است، چقدر با الله محبت داریم، چقدر اخلاص داریم، چقدر صادق هستیم، چقدر زبان ما با قلب ما یکی هست. این الله متعال ما و شما را امتحان کرده میره. مصیبت هایی که در آیات بعدی می مصیبت ها ذکر میشه که مسلمانان باید در مقابل از این مصیبت ها صبر داشته و استقامت داشته باشند. در آیت 185 آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مصیبت مرگ است. الله متعال میگه کل نفس ذائقة الموت. هر صاحب نفس چی هسته؟ لذت مرگ میچشه. برش لذت داره؟ بله، برای انسان مؤمن موحدی که در راه الله شهید میشه، در لحظه مرگ وقتی که جنت میبینه، نعمات جنت میبینه، رضایت الله را میبینه، ملائکه های زیبا را میبینه که با کفن زیبا و با عطر و با چیز استقبالش میکنن. سبحان الله، این لذت میبره. کل نفس ذائقة الموت. اما برعکس از یک انسان بیدین وقتی در مقابل خود میبینه چشمایش وقتی که ملک الموت آمد پرده غیب خلاص میشه، از این خاطر توبه دیگه ختم شد. وقتی پرده باز میشه سهل میکنه که ملائکه را، حتی فرعون وقتی که ملائکه عذاب دید صدا کرد که آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل، ما ایمان آوردیم با آنچه که بنی اسرائیل به او ایمان آوردن. الله گفت الان وقد عصیت. آل بعد از قدر فرصت که بر تو داده شد کلش نافرمانی کردی و گفتی انا ربکم الاعلی و مسلمانا را میکشتی و آل آمدی که پرده غیب دور شد. چرا فرعون دید و چشم خود دید. الله متعال میگه کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم، و بر شما اجرهایتان به شکل کامل داده میشه یوم القیامت، در روز قیامت اجرتان مکمل داده میشه. فمن زحزح عن النار، الله متعال میگه هر کسی که از آتش دوزخ نجات پیدا کرد و ادخل الجنت، و جنت داخل شد، اونو ادعا بکنه فقط فازه، میگه اینی کامیابی است. پیش الله کامیابی مؤمن در چی هست؟ کامیابی یک انسان چه وقت است؟ پیش الله متعال میگه کامیابی شما وقتی هست که براتون شهادت نامه داده شوه که شما از آتش دوزخ نجات پیدا کردین و به جنت رفته میتونین. وقتی که اینی سند حاصل کردید در روز قیامت، این کامیابی حقیقت است، حقیقی هست. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. میگه زندگی دنیا نیست مگر یک متاع غرور هست که انسان مغرور میسازه. کلمه متاع یکی از علما نوشته میکنه، میگه من بسیار او در معجم از دیکشنری عربی را المعجم میگن. در دیکشنری عربی مثلا علما میرفتن امی کلمات معنا و مفهومش پیدا میکنن. میگه من کلمه متاع را میخواستم پیدا کنم که این معنای دقیق از چی هست. خب زبانشناس هستن، زبانشناسا کارشون همی هست که جستجو میکنن که یک کلمه را از خود از مردم منطقه اصلی پیدا بکنن که معنای دقیقش پیدا بکنن. میگه من بسیار کلمه متاع را میپالیدم. خب متاع استعمال میشه در زبان عربی، لکن من در جستجوی ازی بدم که همین متاع چی هست، اصل بر چی استعمال میشه که الله متعال دنیا را میشه متاع الغرور میگه. میگه در یک بادیه
در یک قریه، در یک بادیه میگه تیر میشدم در اون بادیه عربی که است مثل کوچه ما و شما، و ما و شما هم در بعض مناطق قریه همین قسم چی است عادت است که خانم ها در پیش چشمه میرن و در اونجا ظرف های خودم میشین. میگه میبینیم که یک مادر و دختر هستن، او دخترک صدا میکنه، مادرش جستش میگیره که برم، مادر خودم میگه امی متاعی متاعی. میگه دخترک مادر خودم میگه متاعی مامان. میگه من زود سعی کردم که متاعی از این چی هست. میگه رفتم که اینا امی تکیک صافی که توسط از دیگای سیاه را پشت اون دیگایی که سر دیگدان مانده میشه و باز زیرش آتش میشه، باز دیگ سیاه میشه، باز که از یک در سر چشمک امو دیگ که از این صافی میگن وره که از این صافی دیگ میشه. اینو میگه در زبان عربی متاع میگن. میگه من فهمیدم که و مل حیات الدنیا، الله متعال میگه امی زندگی دنیا پیش الله متعال مثل یک متاع غرور است. میگه این مثل این متاع واره است. مثل چی است؟ مثل صافی دیگ. شما دیده باشین در خانه صافی بسیاری وقتی صافی دیگ میشه، بسیاری کسا در باطل دانی میپرته، شوتش میکنه و میپرته. اینقدر بی ارزش است. این دنیا ارزش چه کجا هست؟ ارزش در است که وقتی انسان در روز قیامت شهادتنامه از جانب الله حاصل بکنه که شما از دوزخ نجات پیدا کردین و شما مستحق جنت هستین، بفرمایین برین به طرف جنت. اینی را کامیابی اصلی میگن، این موفقیت اصلی میگن، این سعادت اصلی میگن که متاسفانه بسیاری کسا این نمیفهمن و با وجود از که خود بسیار هوشیار فکر میکنه، میگه مرغ هوشیار در دو دام بند میمانه، او دیگه هم در دام دنیا و هم در دام آخرت بند میمانه. بسیاری کسا خود هوشیار میگیره ولی نمیفهمن. دوم، امتحانات در مال و اذیت منافقان، مشرکان و یهودیان. الله متعال میگه یک امتحان دیگه برای شما چی هست؟ یک امتحان دیگه ای است که الله متعال میگه لتبلون فی اموالکم و انفسکم. میگه شما حتما. چرا من 3 دفعه حتما استعمال کردم؟ چرا من 3 مرتبه در لتبلون 3 مرتبه من گفتم حتما؟ به خاطر از که در زبان عربی کسی که زبان عربی را بفهمه، وقتی یبلو امتحان میگه، تبلون شما امتحان میشین. وقتی که میخواه بگه که حتما در اولش لام میره لتبلو. وقتی که میخواه که 2 مرتبه بگه باز 2 تا نون دیگر میره. این حال یک لامی که در اول از کلمه هست و 2 نونی که در آخر ازی هست، هر 3 ازی 3 تا تأکید شد. در زبان داریم ما و شما با حتما، مثلا یک کس میگیم که حتما باید این کارا بکنی 3 مرتبه. بسیار مثلا پیش من 3 شاگرد است، برای یکیش میگم که او این کارا بکن. 4 شاگرد است، برای یکیش میگم تو این کارا بکن، برای اون میگم تو حتما این کارا بکن، ولی دوم میگم تو حتما باید این کارا بکنی، و برای سوم میگم فکرت باشه تو حتما این کارا بکنی. الله متعال میگه که لتبلون. چقدر دقیق است زبان عربی، زبان بسیار شیرین است که قرآن عظیم شان در این نازل شده. انسان در یک حرفش میتونه که 1 ساعت صحبت بکنه، در یک حرفش. لتبلون حتما شما ابتلا و امتحان میشین. در چی؟ فی اموالکم، در مالهایتان. در مالتان امتحان میشین. مالتان از دستان میره، مالتان از بین میره، مالتان باید زکات بدین، مالتان باید به فقرا بدین، بعضی اوقات مالتان باید چور شه و مالتان. الله متعال میگه شما در مالهایتان امتحان میشین و انفسکم، در نفسهایتان امتحان میشین. بندی میشی، او مریض میشی، کشته شدنش امکاناتش برات میرسه. و انفسکم، این امتحانات الله هست. الله گفته امتحان میشین. پس مؤمن واقعی باید به این امتحانات آماده باشه. ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. شما از 2 طایفه مردم بسیار اذیت میبینین. از کی؟ اول لتسمعون، میشنوین سخنهای اذیت کننده از 2 طایفه. من الذين اوتوا الكتاب، از اهل کتاب، از یهود و نصارا
شما همیشه شبهات، دشنامها، بدیها، زشتیها، نامای غلط براتان پیدا میکنه. امروز همین یهود و نصارا رو شما سعی کنین سر مسلمان ها که مسلمان ها تروریست هستن، اکستریمیست هستن، فندامنتالیست هستن، وهابی هستن، خوارج هستن، چیزی که نامهای هست برای ما گفته میرن، برای هر مسلمان. الله متعال میگه ولا تسمعون. اینجا هم ببینید تسمعون. سعی کنید تسمعون در زبان عربی یعنی شما میشنوید. لا تسمعون یک مرتبه تکرار، حتما بشنوین. داخلش دو تا نون آوردن، لا تسمعون، ادغام میشه با نه. متوجه هستین؟ اینا رو میگه که شما حتما در این رسانه ها، در این میدیا ها، در این برنامه ها، در این تیک تاک ها، در این ویدیو ها، در این کلیپ ها، در اینا شما حتما میشنوین از کسانی که کتاب داده شدند، یهود و نصارا، برشان کتاب داده شده من قبل از شما، و من الذین اشرکوا، و کسانی که مشرک شدن. یک نفر مشرک در ذات الله هست، دشمن ما هست، دشمنی میکنه. وقتی که تو بر توحید ذات گفتی اونجا زورش میده. یک نفر مشرک در صفات الله هست، خودش در صفات الله شرک داره، تشبیه میکنه. این حال وقتی که تو برش توحید در صفات گفتی دشمن تو هست، گپ زشت برات میگه، کلپ جور میکنه، دشنامت میده، ردت میکنه. سوم، بعضی کسا شرک در عبادات دارن، 3 قسم شرک در عبادات دارن. این حال وقتی که شما توحید عبادت بیان بکنین که عبادت فقط برای الله میشه، لا اله الا الله رو تشریح کنین، اینا در مقابل شما سنگر و موقع میگیرن و بدی میکنن. قسم 4 مثلا شرک در افعال الله داره. وقتی شما توحید افعال بیان بکنین، اونا در مقابل شما دشمنی میکنن و شما رو مثلا حرفای زشت براتون میگن. و قسم 5 مثلا در نامهای الله شرک دارن. وقتی شما توحید اسماء و صفات بیان بکنین، سرطان حمله میکنن. و قسم 6 کسایی هستن که توحید در تشریع دارن، یعنی در توحید تشریع اینا شرک دارن، یعنی در تشریع در حکم الله سبحانه و تعالی اینا شریک دارن، تواغیت تایید میکنن، دوست طاغوت ها هستن، طاغوت بلند جلوه میتن. وقتی شما میخوین طاغوت رد میکنین، میگین من طاغوت کافر هستم، اونا دشمن شما میشن. پس این 6 قسم مشرک هست. حتما انسان الله متعال میگه از 6 قسم مشرک شما اذیت زیاد میشنوین، از یهود و نصارا و از این طرفی مشرکینی که در این 6 شرک در یکیش، ضرور نیست که در 6ش مبتلا باشه، بعضی در ذاتش، بعضی در صفاتش، بعضی در عبادتش، بعضی در افعالش، بعضی در صفاتش و بعضی در نامهاش و بعضی هم در حکم الله سبحانه و تعالی. و این شرک آخری که توحید حکم، شرک در حکم است، این بسیار زیاد هست. حتی بین کسایی که خود بسیار مسلمان و دیندار و موحد و یکتا پرست میگیره، در بین از اینا هم بسیار زیاد است. چرا طاغوت‌ها اوت برنامه ساخته، اوت پانتونا را ساخته که بر از اینا شاید نامای فریبکارانه ای را داده که بسیار خوش است. من ماستر هستم، من لیسانس هستم، ماستر هستم، دکتر هستم، رتبه ای دارم، رتبه ها دارم، شانه های من از رتبه پر است، لکن در مغز نمیفهمه که این طاغوت ها برای من اوت برنامه درسی در پانتون جور کرده که اونجا برای استادا گفته که اگر شرک در حکم بیان کردی بندی هستی. من یک وقت همین موضوع را زیاد نمیفهمیدم. در یک جای در یک کشوری رفتیم و اونجا یک عالمی بسیار دانشمند بود. من براش گفتم که اینجا خب بسیار علما از توحید و از دین و از یکتاپرستی صحبت میکنن، مشکل اینجا چی هست که ما هم بفهمیم؟ گفت که اینجا شرک قبور اجازه هست، شرک قصور اجازه نیست. شرک قبور و شرک قصور، گفت شرکی که در قبر میشه، مثلا چون قبر که هست بادیگارد نداره، پلیس نداره، امنیت نداره، طیاره نداره، زندان نداره، تو میتونی که هر قدر اینجا گفته بری بخیزی شرک قبور بیان کنی. اما شرک قصور که شرک فرعون است، شرکی که در قصر میشه و طاغوت هایی که میخیزن ضد شریعت الله قانون جور میکنن و خود شریعت الله را دور میکنه، حکم به ما انزل الله را و قانون خود جای به جای میکنه. اینجا اجازه این نیست. از این خاطر در اینجا اکثر مردم مبتلا به چی هستن؟ زیاد مردم به شرک قصور، چون حتی در پوهنتون اجازه نیست درس بده، در مکتب و مدرسه و پوهنتون و لیسانس و ما
ما فهمیدیم حالا ما در اسلامیات و در شرعیات ماستری و لیسانس یا خواندیم، ما چرا اینا نمیفهمم؟ به خاطر اینکه که این چیزا نمیباشه در اینجا، این اجازه نمیتن. اگر ایره گفتی عاجل بندیت میکنن. و ما تا روزی که این مسائل یاد نداشتیم و در پانتون نمیگفتیم، هیچ کس ما را غرض نداشت. بسیار خوب، یکی رود بره بگی این استاد امروز پوهنیار شده، این استاد امروز پوهندوی شده، این امروز پوهنمل شده، این امروز پوهندوی شده، این امروز پوهنوال شده. اینقدر رتبه ما بلند است. اما روزی که خیستیم توحید، هم شرک قبور و هم شرک قصور اردوش بیان کردیم، عاجل باید گرفتار شوم. و در مقابل اونجا نفر خارجی استاد است، نمیفهم امریکایی بود انگلیسی بود، و اگر کلمه چیز انداختن امی خلطی سیاره و او در انگلیسی میگفت که ما تارگیت گرفتیم. تارگیت هم چی هست؟ کتی 200 نفر سلاحا آورده بودن، داشکه، ستیره و نمیفهم کلیشنکوف، سلاحایی که چی هست؟ ما یه چیز دست ما نیست. فهمیدیم که اصل گپ که تو طاغوت رد کردیم. وقتی که تحقیق میشدیم، در تحقیق باز میگفت که چرا شما طاغوت گپ میزنین؟ چرا این نظام مشروعیت نمیدین؟ چرا برای این نظام مثلا شما مخالف قرار میگیرین؟ چرا شما در انتخابات اشتراک نمیکنین؟ چرا نمیخیزین مثل دیگه علمایی که موتر دارن، خانه دارن، زندگی دارن، آزاد هستن، وقتی که میخیزن مثلا از پلیس ملی و اردوی ملی که در پالوی امریکایی میجنگه، چرا شما اونا را تشویق نمیکنین و شما برعکس ازی اینا را میگین که اینا بیدین هستن؟ ما چرا نمیگین؟ از این خاطر شما باید زندان باشین و شما جزای بسیار خطرناک را میگیرین. به خاطر اینکه شما مخالف نظام هستین، شما مخالف دموکراسی هستین، شما مخالف جمهوریت هستین. خو اینمی دموکراسی طاغوت است، اینمی جمهوریت حکم طاغوت است، اینمی پلیس و اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی، اینمی ها کسایی هستن که جند و لشکر طاغوت هستن. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. قرآن خمیره میگه فرعون، تنها فرعون نگفته، فرعون خودش پادشاه هست، الان است رئیس جمهور امروزه وره، و این فرعون متوجه است، خود فرعون اشرف غنی هست و هامان وزیرایش هست، دکتر عبدالله و کرزی دیگه که زیرای دستش وزیرا و ترا هستن پارلمانش، و جنوده هما و جنود از این لشکر از اینا که هستن که اردو و پلیس و امنیت اینا هستن، کانوا خاطئین. کلشان در اکثر فصل کلشان خطاکار هستن. اینا کلشان طاغوتیه که هست و این کسایی که برشان فتوا میده این هم طاغوت چی هستن؟ مطبوع هست، او طاغوت مطاع هست، او کلان که هست، او طاغوت مطاع هست. این هم این عالمی که بر از او فتوا میده این هم طاغوت مطبوع هست، باید به این هم کافر شوی. این حاله وقتی که این بگفتی تو بندی میشی. چرا؟ به خاطر طاغوت لرزاندی. اگر جوانا این عقیده را بفهمن که باز هیچ وقت در هیچ مملکت اطاعت از طاغوت نمیکنن. از این خاطر باید شما چی شوین؟ زبانتان گنگ شوین، خاموش شوین و کلپایتان برداشته شوین و درستان چیز شوین. و یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخوان که نور الله را با زبانهای خود با یطفئوا نور الله بافواههم با دهانشان، والله متم نوره، الله تمام میکنه نور خدا. اگر یکی را بکشی، دو تا را بکشی، یک نفر را خفه کنی، دو تا را خفه کنی، به هزارا و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکر الله را نمیشناسه بغیر از الله. از این خاطر چرا الله متعال بر ما میگه لتبلون، شما حتما امتحان میشین فی اموالکم، در مالهایتان، و انفسکم، و در نفسایتان، ولا تسمعون، و میشنوید. ما هر روز میشنویم من الذین اوتوا الکتاب، از کسایی که قبلا بر اونا کتاب داده شده، من قبل از شما، از یهود و نصارا، و من الذین اشرکوا، و کسانی که مشرک شدن، چی طاغوت پرست هستن، چی قبر پرست هستن، چی انسان پرست هستن، چی پادشاه پرست هستن، چی رئیس جمهور پرست هستن، چی وطن پرست هستن، چی زبان پرست هستن. کل از اینا از یک سر دشمنت میشه دیگه. اذن کثیرا، یعنی ضرر زیاد از اینا میشنوین، ضرر آزاد یعنی زبانی. و این تصبروا، الله متعال میگه و این تصبروا، اگر شما صبر بکنین، سبحان الله،
لئن الله صبر نصیب بکنه. و این تصبروا، 3 قسم صبر است، متوجه بشین. صبر در طاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. اگر شما این 3 صبر انجام بدین، این 3 صبر داشته باشین و این تصبروا و تتقوا و خود وقایه بکنین از چی؟ فکرتانه از اندیشه های باطل. این اندیشه های باطل چی است؟ از فلسفه های الحادی فکرتانه وقایه بکنین، از الفاظ کفری زبانتان وقایه بکنین، از غلامی طاغوت تبلیغاتتان حفظ بکنین، از تسلیمی و دفاع از کفار و مشرکین و مرتدین دست و بدنتان حفظ بکنین. این الله میگه که ان تصبروا و تتقوا و خود وقایه بکنین فان ذلك من عزم الامور. اینی از عزائم امور است. شما انسان های بسیار با عزم هستین، واقعا انسان های با عزم هستین و این از عزم امور است. چی؟ 2 چیز، یکی صبر و دیگه تقوا. حالا بسیاری کسان میگه من تقوا فکر میکنم تقوا همی است که من در ماه مبارک رمضان روزه گرفتم، همین تقوا هست. ولی این یک بخش تقوا هست. لکن الایمان بدء و 70 شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره. باید در کلش تقوا داشته باشین. تقوای فکری شما دارین؟ آیا اندیشیتان، فکرتان از آنچه که دشمنای الله به نام فلسفه های الحادی، به نام سیکولاریسم، به نام دموکراسی، به نام صهیونیسم، به نام لیبرالیسم، به نام کمونیسم، به نام سوسیالیسم، به نام زبان پرستی، وطن پرستی، بیرق پرستی، متوجه هستین؟ این کلش پرست است. بعضی کسا به خاطر بیرق کشته میشه. یک تکه هست به خاطر تکه خدا میگیره میکشه. این چی هستن؟ به خاطر که سمبل قوم پرست است. این بیرق ملی ما هست. در حالی که یک مسلمان میگه که آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. آیا فلسطین وطن کل ما و شما نیست؟ آیا کعبه شریف مکه مکرمه وطن ما و شما نیست؟ کلش وطن مسلمان هست. ای که آل تواقیت موتر اجازه نمیده بدون ویزا در اینجا بریم، این خود مشکل از اینا هست. در خلافت عمر رضی الله تعالی عنه، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، امویین، عباسیین، در کجا بود نقشه مسلمان ها؟ شما این نقشه مسلمان ها رو که یک مسلمان از یک منطقه حرکت میکرد تا دیگه سر دنیا 6 ماه میرفتی چند مملکت تیر میشید تا که به مکه مکرمه برسی. نه کس از پیش ویزا پرسان میکرد، نه کس پاسپورت پرسان میکرد. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. وقتی که بیدینی شروع شد، نقشه انگلیس تطبیق شد، آل بسیاری کسا از خط دیورند و از خط سایس بیکو در فلسطین اینجا منطقه رو تقسیم کرد، در اینجا دیورند و فلانی. از این خط‌های اینا چی میکنن؟ دفاع میکنن. باز میگن فلانی شهید سایس بیکو هست، فلانی شهید دیورند است. دیورند هم انگلیس است و سایس بیکو یکیش انگلیس است، یکیش فرانسوی. متاسفانه نه در علوم دنیایی و نه در علوم اخروی و نه در قرآن شناسی بسیاری کسان سر خود زحمت میده که بفهمه که اصل گپ در کجا است. 3مین مصیبت حق پوشی یهود است. این هم یک مصیبت است که یهودیا که خود اهل کتاب میگرفتن و در مدینه منوره مردم بیچاره خو بی سواد بودن، مردمای ناخوان بودن و اهل کتاب کسایی بودن که نوشته میکردن، کسایی بودن که کتاب داشتن و خدا بسیار بزرگ جلوه میدادن. اینا باز چی میکردن؟ اینا حق میپوشاندن و یک مصیبت بسیار بزرگ است. الله متعال میگه و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، وقتی که الله متعال گرفت میثاق پیمان کسانی را که برشان کتاب داده شده بود، چه قسم از اینا پیمان گرفت، عهد گرفت؟ لتبیننه للناس، شما حتما حالا میفهمید معنای حتما وقتی که من میگم لتبیننه، حتما این بیان میکنین للناس، برای مردم. عهد از پیش از اونا گرفته شده بود. ولا تکتمونه، و این شما کتمان نمیکنین، پت نمیکنین، پنهان نمیکنین. فنبذوه وراء ظهورهم، الله متعال میگن اینا کتابی را که الله برشان داده بود این در پشت سر خود انداختن. حال با چی کتاب او طرف انداخته؟ با چی که تو گپ میزنه؟ با مزاج قوم پرستی و بیدینی و کفری خود، با فکر خود. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا. وقتی که این کتاب اوسو انداختن، امی قسمی اوسو انداختن، نه، در مقابل ازی ثمن قلیل گرفتن، اما متاع دنیایی ده.
یک چند روپیه بی ارزش دنیایی را گرفتن و به خاطر دین فروشی کردن. دین فروش ها همیشه متوجه باشن که دین فروش ها دین خدا به خاطر چی میفروشن؟ به خاطر متاع دنیا. به خاطر متاع دنیا. فبئس ما یشترون، بسیار زشت است آن چیزی که اینا میخرن یا میفروشن. بسیار زشت است. چهارمی مصیبت خوشحالی و همطلبی بدون عمل. این هم یک مصیبت است که انسان خوشحال میشه و یک انسان ولو مسلمان است خوشحال است و دوست داره که صفت شود. الله متعال میگه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، کسایی که برشان یگان چیزی از نعمت‌ها داشته شدن یا خوشحال میشه و یحبون ان یحمدوا، و خوشحال هستند دوست دارن که حمد و صفت شوند بما لم یفعلوا، با آن چیزی که فعل نکردن. فلا تحسبنهم، اونا را هیچ وقت گمان نکو بمفازة من العذاب، که اگر اینا مالدار هستن یا مردم اینا را توصیف میکنن. یعنی دو چیزه الله متعال میگه به این دو چیز کس از عذاب نجات پیدا نمیکنه. اون دو چیز چی است؟ یکی مثلا یک کس پیسه داره و دنیا پرستا این رو توصیف میکنن. پیسه دار است، حتما پیسه دار پیشش مثلا کسایی میان دیگه باز توصیفش میکنن که آهو فلانی که از بسیار چی موتر داره، چی خانه داره، چی فلانی داره، توصیفش میکنن. این و یا بعضی کسای دیگه هستن که مثلا تبلیغات و بعضی کارهای میکنن هیچ عمل نکردن و در مقابل از اینا مردم زیاد توصیف میکنه که اینا بسیار فامیده هستن و دانشمند هستن و هوشیار هستن. الله متعال میگه این دو چیز شما را بازی نده با این دو چیز. اینا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اینا رو تو فکر نکنین که اگر تعداد زیاد طرفدارا دارن که از اینا زیاد توصیف میکنن و یا ای که به دروغ اینا توصیف میشن و خوشحال هستن که توصیف شون، یا ای به خاطر که مال دارن مردم اینا رو توصیف میکنن، شما اینا رو تو فکر نکنین که از عذاب اینا خلاص میشه. ولهم عذاب الیم، برای اینا عذاب دردناک است. اگر یهودی است، اگر نصرانی است، اگر اهل کتاب است، اگر کسی به نام مسلمان است در شرک و در کفر و دیگه پا مبتلا هست، اینا عذاب دردناک بر از اینا میرسه. پس وقت مصیبت ها را فهمیدیم و فهمیدیم که راه نجات از این مصیبت ها چی است، حال مطلب سوم احکام الهی بر ثابت قدمی.